خواندن به نام لیلی جان و تو را دوست دارم که سید وزیر برتان تقدیم میکنم و کسایی که فرمایش داده عبارت از کسایی هستند که برتان اسمایشان میخوایم بخوانم. حبیب قارچک از قندوز، عبدال دوست از قلاچه، شابوبوی بیوه از مرادخانی، قدوسی کیسمال از امام قندو، ربانی لوچک از دیوخانان، ماگل خاردار از فابریکه عربی، خدیجه قلته از دیدانان، کاظم کل از چاره انصاری، رؤوف پقانه از دروازه لوری، سمد بیدندان از خرابات، دستگیر بدماش از جاده میوند، قیوم بغیرت از بادغیس، عبدالله نافگیر از زندان پلچرخی، بوبوگل دندانی از مسلخ، خیر محمد پچل از دایزنگی، غفور خرچران از بیمارو، عارف کچک از سیاسان، جعفر سکساز از مندهی، درمامد بازینگر از خرابات، مرتضای لدر از تندورسازی، زیاگل لچر از جوشیر، یعقوب سنده از زندوانان، قدیگل از چمن حضوری، لطیف مادرمانند از صندوق سازی، بشیر لبو از سراجی، تربکه عشقی از مابس زمانه، ذکریای خسپای از پهمان، شابوبوی بچه‌باز از کوچه سید بچه، هاشم خرچران از بیمارو، فاروق بیال از زیر توپ، سید آمد سفال از استالف، واب بقه از جوشیر، غلام قوس چرب از سرای روغن، قندیگل دسواشور از تقاره سازی، تربکه بیوه از بخاری سازی، زمانگل چارپلاق از لیسه خوشحال خان، مسعود بیتل از سر پل با عمومی، ضربت سنگ، سندرکمار غضب سنگ از کوچه اندوگو